سالهای هم 2013 یا 14 بود، با بعضی دوستای یک صحبت خودمانی داشتیم. یک نماینده حکومت ناحیه بود و خیلی انسان خوب، انسان دانا و هوشیار هم بود و یک نفر دیرکتور مکتب هم با هم میشیم صحبت داشتیم. بعد اون نفر نماینده حکومت گفت که اگر ما پرزیدنت شوم، گفت همین 3 ماه تعطیل تابستانه را به زمستان میکشونم. بعد گفتیم که چرا؟ از اون دیرکتور سوال کرد که چند طلبه در مکتب میخوند؟ یادم نیست، گفت 1200 نفر تقریبا. بعد گفت اگر ما تعطیل تابستانه را به زمستان بگذرونیم، 1200 کرتکه زمستانه اکنوم میشود، 1200 پای افضل زمستانه اکنوم میشد. اون کودکا پدر و مادر کشتلش نمیگیرن که مادر نو بخیر، همون کرونای سال گذشته شون کتی زمستان سپری میکنن. بعد اشاره کرد به همین دیرکتور، گفت که این مردک گفت شب بعد کمرا را دزدیده در پشت ماشینش